آنان که کهن بودند و آنان که نوند، هر یک پی یکدیگر یکایک بروند. این ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. منظرهای پیش نظر می آید که پیوسته با دوتارش ناخون می زد و زمزمه می کرد: غافل منشین بین که عزیزان همه رفتند، از دار فنا سلسله داران همه رفتند. یا فریاد ز دست فلک جامه کبود، یاران مرا یگان یگان آمد و برد. با علم میخواند و در فاصله ها ظرافت میگفت و با همین خصلتش بابای ابراهیم در قلب مردم وادی حصار و بیرون از آن مسکن گرفت، مسکن ابدی. و امروز نام نیک و کار نیک او وردی زبان هاست. بله، چنین باید طریق زندگانی که بعد مردن خود زنده مانی. رفتیم و به گلزار وفای نرسیدیم، چون سایه دویدیم و به جای نرسیدیم. دیدیم جهان را همگی خواب پریشان، در خواب گذشتیم و به راه نرسیدیم. این مصرعی پرمضمون که افادگر خاکساری است به قلم حاجی حسین کنگورتی متعلق است و ما را بی اساس نآورده ایم. منظور اون که در جامعه انسان‌های ناتکرار و نجیب زندگی و فعالیت میکنند که در رهاوردی عمر به راه هم به گلزار وفا هم میرسند. ساکن جماعت دهات قرتا شادروان بابای ابراهیم عظیم از جمله آنهاست. او الان در بین ما نیست، ولی آن مهر و اخلاص، محبت و دلبستگی که هر نفر او را میدانست و یا باری هم از صحبتش بهره‌ور گردیده بود در قلبهایش مقیمی جای داده است و واقعا چون مرد راه در دلهای اطرافیان به طور همیشگی مکان گرفتن از رهاورد عمر این انسان نجیب است. حواس میکردیم، آرزو میکردیم که همین مانند از این بابا ما هم یک همین حافظ شویم، انا همین خلق مانند از این بابا نمایان شویم، گفته که آرزو میکردیم. غافل منشین بین که عزیزان همه رفتن، اگر پناشین شداران. استاد از این بابا همین منه که یک جا اگه در اون محفلی اونجا می نشستیم میگفتن همین پسری که اکیم یک تامین ما به چولی ایراق نواخته پید، همین فقط برای همین مخلصی چولی ایراق بودن. باید در کدام مرحله که نمیشتن همین حرکت میکردن که یک کنجکاوانه همین سوالا میدادن که از همون گپ باید به قزق براده هم خیر. موی سفید چنان یک انسانی بودن که در همه جا در کدام کلبه‌ای که می در آمدن به چون و چرا آن کلبه توی خانه بود. ای کلامت پرلطافت در بیان، ای صدایت مومیاب بر قلب و جان، هر کلامت منطق دارد نهان، فهمد این را هر کی باشد نکته‌دان.
منشین بین که عزیزانم رفتن از دار پناه سلسله دارانم رفتن که قیصر شاهانم رفتن اسکندر جمشید سلیمان هم رفتن از منشن این در هزاران هم رفتن پیش از همه آمد به جهان آدم و حوا تو یعقوب و کجا دو خسره و شیرین که وطن کرد به سرا دو لیلی و مجنون کجا و مقصود را از جبری فلک چاک گریبان همه در طلب مال جهان چشم کشاده مال تز قارون شد امروز زیاده اندیشه مردم به دلت راه نداده این که به سرت قابض الارواح استاده یاران همه رفتند ماندیم و پیاده راه از تو خطرناک و سواران همه رفتند. بابای ابراهیم از این که بعضا از این لیلکش هم نام می بردن در واقع انسان کامل مردی پردان و خودآگاه بود. از ادبیات کلاسیکی آگاهی داشت. از حافظ خیام، سعدی و بیدیل و دیگران غزلهای بیشماری از یاد می داند و بی‌مانع شرح و تفسیر می داد. بخصوص با نوهای خط عربی نسخ و نستعلیق بلد بود و ماهرانه بدون عینک قرائت میکرد. در سخندانی چو بحر بیکنار صحبتش باشد مهین و فیضبار. از بزرگان و حکیمان جهان بهترین دردانه ها میداندند. شادروان بابای ابراهیم عظیم خود را شاگردی حاجی عبدالعزیز سمرقندی میگفت. خب دیدم که همه حاجی عبدالعزیز در سمرقند باغ داشتیم. باغشون چنان باغی که اکنون باید گفتن ندارد. آب در بالای سه برگه قل میزند، سه برگه در بالای آب. هر یک درختی برگ درخت یک پونچه آب میشکد. همین کس همین غزل خونده، همین سرود خونده شدیم. همین جاندارا هم میش آمده، این جاندارا هم در همین درختی همین بخینه همین کت چشته همین نام سرود خونده شدیم جاندارا. بشر منم همین شاگرد چرام گفتم منم حاجی عبدالعزیز برآورد منم سرود خونده شدیم. آموزش عبارت بعد اجاشون خونده سرودشون تمام کردم بعد خستن اجاشون دستارشون به من دادم که شما هم همین سرود خونید. منم در همین خوام سرود خونده کردیم. آموزش عبارت من خودم مثلا شاگردی حاجی عبدالعزیز حساب کردم. ز قعر دل برون آید صدایم که من از درد یاران آشنایم. هر آن کس که ندارد درد هرگز کجا فهمد در این دنیا نوایم. حاجی عبدالعزیز از سمرقند در همه قرطاق آمدند. اینکه با در شاگردشان مولا امام ایشیفی گفتنی آدم بودند. اون کس شاگرد بودند. در همین که ایستاده چند شب سه چهار شب در اینجا مثلا حاجی عبدالعزیز غزل‌های مثلا دلنشین خونده چقدر آدم‌ها مست کرده که همیشه ما همه حاجی عبدالعزیز اون وقت یاش بودیم حواس میکنیم که ای خدایا ما هم آدم باری که شویم همین مرتبه با ما اولای تعالی رسانت گفته نیت داشتیم. اما ششور شب ایستاده باز از همین که به عزت و حرمت میکرده با اوزاد میکردن همه ریه حکمی کتی همین که با سمرقند ماده رفتن. واقعا بابای ابراهیم عظیم دردآشنای مردم بود. با اطرافیان خرد و بزرگ برخورد و مناسبتی صمیمی داشت. هنرمند مردم شناس، خودآگاه و محفل آرا بود. او را مردم بی اساس گلی سری سبد معرکه ها نمی گفتند. انا همین مرتفعه برسیدم. همین مرتفعه انا نقد بودن، خوب بودن. انا مثل که خودشان دخل و پا کار میکردن. انا زندگان همون نقد بود. انا گفته پاکی انا جنگ نشدیم، ویش نشدیم.
خیلی رو میرفتن میامدن. زندگانه ها همه زندگانه ها که مثال که وقتی که بچه دار شدیم دختر دار شدیم بله دار شدیم خیلی که خداوند کریم خدا این گندگی ندیدیم. هیچ خفه نکردیم، خفه نمی کردن، همه خفه نمی کردن، همه می آمدن آخر می فرو آمدن و همه خرشان ایتال می کردن می گرفتن می بردم و همه می گرفتن دوتارشان می گرفتن می بردم می رفتن. این ازبکستان نمی گفتن، این شهر نمی گفتن، کجای دیگه نمی گفتن می گرفتن می بردم. یک هفته بعد 2 هفته بعد می آمدن. خانهشان با مهمان پیهمان می آمد اگر مهمان وقتشو خوش می کردن. الا میگفتن که خان نان نتی آش نتی گپ خوب گفتن. الا میمون دلش آزار نتی الا میگفتن. مقصد ما خدمت خلق و وطن، مشعل افروزی ره اهل بشر، تبلیغات پند مردان بزرگ، وصف دستی مردمان پرهنر. اهل دیار بابای ابراهیم عظیم را اساساً توسط هنر والایش میشناختند. او نه تنها ترانه‌خوان بلکه مشاق خوب دمبره، دوتار و سیتار را بسا خوب مینواد و این ناخون‌زنی‌های او به تارهای نازک دل میرسید. همین هنر بابای ابراهیم را امروز وارثانش به خصوص فرزند کلانی آن کس جمال‌الدین با یک مهر و محبت خاصه ادامه می‌دهد. برد ما را او به سحر نغمه‌اش بین اخترهای رخشان سما، هدیه پوشانید زینوری کهکشان، جامعه گلگون طاووسی به ما. بابای ابراهیم از این انسان ناتکرار و سخنش جذاب بود. گویا سحری داشت که توجه کس را به خود میکشید. هر محفلی که او بود آنجا خنده، شوخی و ظرافت بود. از سخنهای هزل‌آمیزش اهل محفل صدقاً میخندیدند و حمد و ثنایش میگفتند. شما را این زمان در خواب دیدم که میخواندی سرود با قلب پرجوش. نشسته آدم بسیار گرده همه کردند آواز شما گوش. هر نفری که با پیر خرد ابراهیم عظیم دوتاری اقلاً یک بار هم نشست شده از صحبت شیرینش بهره‌ور شده است، او را به نیکی یاد می آورد. در واقع شادروان ابراهیم عظیم با بزرگان ملت تاجیک استاد میرزا توسنزاده و باقی رحیمزاده دوست نزدیک بود. هنرپیشگان ممتاز کشور جورابیگ مراد و مرادبیگ نصرالدین، مستانه ارگش و باز ده‌های دیگر با احترام او را استاد میگفتند. از این بابا ابراهیم بابا یک مرد بزرگی بودند، مردی نهایت خاکساری بودند. همچنین در معرکه ها، در چایخانه ها بجایی که میشتیم خیلی یک آدمی خرابگی نظر ناگیره که من همین عکسی همین کسا به عکسی حاج عبدالعزیز رسولی سمرقندی مانند کردن و آهنگ‌های آن کسا بسیار می‌سراییدند، بسیار نغز می‌خواندند. یگان آدم آزار نمی‌دادند. بعضی‌ها می‌گفتند که ابراهیم از این بابای از این لالک هم میگفتن، چون که بسیار بعضی وقت بعضی هم شوخی ها میکرده است. از خیلی از دوره جوانی خیلی ناز میشناسم. در چایخانه ها و در معرکه ها بسیار میشتیم. سروده های بسیار کلاسیکی خش رو میخوندن. خرابکت بودن. مدام یک خصلت عجایب داشتن که در خر سوار میشدن و خرشون گرفته آقا میبرد. در جوانی خیلی شوخ بود این کس بسیار. بعد بسیار همین حکایه های شوخی هم میگفتن، آدم ها میخندیدن. با یک دعا دادن 100 کرد دعا با مردم دعا میدادن که این خصلت های نیکی هم. هر یک محفلی که میرفتن من البته خدمتگاری شادروان ابراهیم عظیم بودم. ناقل زاده میگفتن لب بابا جان یک چای کبود خب بابا جان ما در خدمت اون کس بودیم. چنان شدم که دلداده آواز و صنعت همون کس شدم. تا به این روز در کجایی که نشینم یادی رحمتی در خاطر من میرسد. در قراتاق شای را نویسنده ها می آمدن، یک جای می نشستیم،
یک وقتا از این بابا گفتن مازشون کمتر تا باشم گفت خبرگیری بیام اگر از این بابا همون لبی همون جای اگر رو دارن همین منم پاستی با همون جا با نشستن پسرشون جمعه خول یک کیدمنه که کلوخ مایده کرسه است گفتن که ای جمعه خول تو چیکار کرده سودی آخه آتا آخه همینجا با یک مایده کنم یک آتو زمین عذاب نده کلوخه عذاب نده و این عذاب میکشد و برای سن بخواه اینجا چی میکاری کدو او بچه‌م آخه این بازار را 10 سال دو پای خوردیم کدو که تا مدام میگیره تو زمین چون این عذاب دادن بسیار شوخ بودن همین مرکه فقط آباد میکردن ما در حواس میکردیم آرزو میکردیم که همین مانند از این بابا ما هم یک همین حافظ شویم و انا همین خلق مانند از این بابا نمایان شویم گفته که آرزو میکردیم یک عجایب همین بزرگ آدم بودند همین یک بار خانه آمده خانه با یک دوتاره همین کهنه کشال بود بعد گفتن که کنی سرم اینا کمی نوازد من گفتم بعضا اوتیمو بعضا من خندیدن و گفتن تو از کی یاد گرفتی من گفتم من به هیچ کی یاد ندارم گفتم و خیلی استاد از گفتم بعد من گفتم یگان مشق میتونی من گفتم خیلی کم تو گفتم حواس دارم و همین گاهی گفتم میگیرم حواسم بیاد یک مینوازم خیلی کنی یک نواز گفتن بعد کمتر نواختم که بعد گفتن که نه من اینجا خطا شد اینجا این خیلی کن اینجا اون خیلی کن و یا گفته بودم که همین همه به استاد و یا کی همین خطی بهشتگی و برای همه استاد در یک معرکه حاج عبدالعزیز کوهستانی میهمان شدن میهمان این که اسبشان برده یک جا با محکم کنه تفتن نه آبو نه دانو نه کوو نه جو انا این که سه از این کسا خدمت پر بودن همینجا با بعد از این که طلب کردن که اگر خدمت تمام شد اسب برانتون من به جوابتون من روانه شوم اسب که میبردن اسب گوشنگی اتشنگی ابیجویت در دیوالا با عذاب شکر برامده سر بعد این که شاعر بودن شاعری زر بودن هر خیلی شاعری حق شاعری خول میکردن و این که نام موندن که از اون روزی که من حافظ شدم لعنت در این کسبم خودم از گوشنگی مردم ندانستم که شد اسبم ای همه بگرفته پند از صحبتش از سلام و از کلام و فکرتش جملگی بگرفته درس زندگی کوشش و جویندگی سازندگی بابای ابراهیم از این همچون مرد هنر مشاق و ترانه‌گو حدل و ظرافت‌گو برای مردم قلمرو توسنزاده و شهر نو و عموما وادی حصار زرنیسار خدمت شایسته کرد در بالا بردن شان و شهرت آبروی سرزمین اجدادی رواج هنر و هنرمندی سهم گذاشت فرزندان صالح با آداب به وایه رساند در مزرعه دلها با کار نیک رفتار نیک و گفتار نیکش دائمی مسکن گرفت یادش بخیر این پیر خرد را در زمین آهیست پاما کی کسان خوابیده در زمین آهیست پاما کی کسان خوابیده آدم و حوا همه پیغمبران خوابیده آدم و حوا همه پیغمبران
خوابیدم. هم بزرگانی قلم یک یک میرفتن از جهان، هم بزرگانی قلم یک یک میرفتن از جهان، عالمان و شاعران و حافظان خوابیدن، عالمان و شاعران و حافظان خوابیدن. زیر خاکی تیره جمله شد تبار، حاتمی تنگی کی قبار نوشیروان خوابیدن، چنگیز و تیمور جهان را ملک خود کردن، ولی عاقبت در زیر خاکی تیره سال خوابیدن، عاقبت در زیر خاکی تیره سال خوابیدن. مرزای ترسون زاده کو، هم بابا جانی غفوری تاج کار خوابیدن، ماشینت آهیز ترانو یک نظر کن زیر خانو، چنگی خاک رانو کم برار کی محوشان خوابیدن. چنگی خاک را کم برار کی محوشان خوابیدن. ای حسین خاموشم برخیز از میران کن، ای حسین خاموشم برخیز از میران کن، بین عبرت گیر همه پیر و جوان خوابیدن، بین عبرت گیر همه
پیر و جوان خوابیدن، آدم و حوا همه پیغمبران خوابیدن، عالمان و شاعران و حافظان خوابیدن، عالمان و شاعران و حافظان خوابیدن.